با شدت یافتن روند اخراج مهاجرین افغان از پاکستان و ایران، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد UNHCR از افزایش ارقام مهاجرین بازگشته از این کشورها به افغانستان خبر می دهد. این سازمان در گزارش تازه‌ای خود که روز پنجشنبه 17 اپریل در ریال لایف وب منتشر کرده گفته است که از 20 مارچ الی 16 اپریل به تعداد 97300 مهاجر افغان از ایران به کشور خود برگشتند که از آن جمله 55400 تن آنان به گونه اجباری برگشت داده شده اند. این افزایش پس از آن است که حکومت ایران به تاریخ 23 فوریه اعلام کرد که برگه های سرشماری مهاجران افغان پس از 20 مارچ تمدید نخواهد شد. بر اساس معلومات UNHCR از اول الی 16 اپریل حدود 84800 مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان برگشته اند که از این میان بازگشت 19600 تن آنان به طور اجباری بوده است. UNHCR افزوده است که در این میان 50% آنان زنان و دختران و در حدود 58% آنان را اطفال تشکیل می دهد. و فاقد اسناد را از آن ACC پاکستان از اول اپریل پروسه اخراج مهاجرین افغان دارای کارت شهروندی افغان کشور آغاز کرده و تاکنون به آن شدت بخشیده است.